روز چهارشنبه 23 دکبر ارتش عراق به ناحیه جنوبی تمیم شهر رمادی رسیده پاککاری منطقه از مینه و مواد ترکنده را آغاز نمود. افسران عراقی میگویند سلاح به دستان گروه دولت اسلامی به واسطه مینه‌گذاری راه‌ها و بناها سعی دارند پیشرفت ارتش دولتی عراق را ضعیف گردانند. فرماندهان ارتش عراق تاکید می‌کنند شهر رمادی را که ماه می سال روان به تصرف گروه دولت اسلامی گذشت در چند روز آینده تحت نظارت کامل حکومت عراق قرار خواهند داد. عملیات ارتش عراق 22 دکبر شروع شده بود ولی رقابت قبیله‌های سنی با مسلمانان شیعه مذهب که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند به اجرای آن خلل می‌رساند. در صحبت با خبرگزاری ریترز، یک سرباز عراقی که اصلاً از محله مسلمانان شیعه مذهب شهرک صدر بغداد است، از ناحیه تمیم ابراز داشت که آنها در فکر اشغال مرکزی رمادی هستند. مرکز ولایت انبار رمادی شهر مسلمانان سنی مذهب بوده در کنار رود فرات در 100 کیلومتری غرب بغداد جایگیر است. تاکنون ارتش عراق تنها شهر تیکریت را از گروه دولت اسلامی آزاد کرده است. هدف بعدی ارتش عراق اشغال شهر فلوجه واقع در بین بغداد و رمادی و بزرگترین شهر شمال عراق موصل می باشد.